سلام. سلام. خوبه؟ حالت خوبه؟ چه خبر؟ سلامت. من چند تا کلمه بهت میگم، اولین چیزی که تو ذهنت میاد و بگو. اول اهل کجایی؟ من آلمان زندگی میکنم داداش. میگم اولین چیزی که تو ذهنت اومد و بگو. چشم. ایران. یک کشور مزخرف. خودت الان خودت اولین چیز ریاکشنی که به خودت میدی. بلا تکلیف. بلوچ و بلوچستان. مرد و مردانگی. زندگی. عشق. ممنون. نفس. سوالی داری که دوست داشته باشی ازت بپرسن کسی ازت نپرسیده؟ والا نه، فکر نکنم مثلا دوست داشته باشم که تو زندگی من زیاد سوال بپرسم. کلا دوست نداری از سوال. نه اصلا. پس من اشتباه اومدم. چرا میتونی بپرسی راحت باش، من جواب میدم، هیچ مشکلی هم ندارم. تمام بلوچیه، من بلوچیه، من ترسا اک دوست بجگر. بلوچیه. اوه. ما چطور دی برو بچه پیسر نگوشه. دی مازاد اشی بلوچیه و اشیام فجا کارمشین استادی تا. اوه برو بچه پیسر تو نگو، من گجری گپایم. من تر نگم اگه چطوری جوستی چی آلمان ہے تو چی وجه انی آلمان زندگی کنه که او دا بلوچان واسطه چونکه ایدا بلوچ و گجر و شیعایی نی تا این ملک تو که شهر رو ببای، شهر زندگی بکنه، عربین کار مکنه. نه تو انی او دا اوتی زندگی چه راضیه؟ او ناراضی خانواده گونه یا نه وات او دای؟ من 8 سال آلمان. زهیر نکن؟ موته سوال جست کنه نه جست بکن موته وطن ایگی زهیر کن. ها یه چیز ها وادی که وقت که ملک تو که یه چیز تر ماننگی ها تا بعدشم بمانه تا وادی که ماننتگان گوره تا بعد من سر بوشته. خیر انشالله نفس. خیر انشالله برات. خیر.